درود به شما عزیزان و همراهان گرامی. کسی که دلتنگش هستی بهت برمیگرده. سپاس از لایک شما. بعد از مدتی که از هم فاصله گرفتید تازه متوجه شد که چقدر از فاصله و دوری شما احساس نگرانی و اضطراب میکنه. تازه انگار متوجه شد که چه حسی توی قلبشه و چه اشتیاقی رو در این ارتباط داشته و چقدر براش عزیز هستید. انگار تازه متوجه شده چقدر مهربان و همراه بودی و این رابطه براش تا چند اندازه مهم بوده و خودش رو سرزنش کرد که تا چند اندازه نسبت به شما کم توجه و سرد بوده. از خودش عصبانی و خشمگینه و الان نگرانی این که نکنه شما رو از دست داده باشه براش وجود داره. میخواد که از احساسش بگه و شما رو راضی کنه. میاد تا مسئولیت رابطه رو قبول کنه و آماده تر از قبل ادامه بده.